این لرنینگ داره این بشر، من و شما یاد میگیره، داره میگرده یهو میگه منو کی آفریده. تفکر انتزاعی در بشر به وجود اومد. یعنی چی؟ یعنی دیگه تو غار اگه نقاشی میکشید، گاو فقط نمیکشید، کله آدمو میذاشت رو بدن گاو. تفکر انتزاعی داره، میتونه تخیل کنه. یک بخش دیگه از مغز فعال شده که تو اون ناندرتال ها به این شکل نبوده. این حالا یه موجود ویژه است. اینو گرفتید؟ حالا ما میخوایم این کارو کنیم. من یه برنامه نویسم، خوب گوش کنید. اینجا با 0 و 1 یه محیط بازی خلق میکنم. نکردن تا الان؟ خیلی ساده اتفاق افتاد. با 0 و 1 محیط بازی خلق کردم. تو این محیط بازی یه کاراکتر ساختم. قوانینش کی نوشته؟ من. نسوز تو آتیش. رو آب راه برو. نمیتونم. if else جز اینه؟ if else میذارم برنامه نویسی میکنم. طولانی کنید عمرشو، اینتر. کم کنید عمرشو. این خیلی پدر سوخته بازی در رو باید بکشیمش. از این دیوار تعریف میکنم نمیتونی رد چی. از این دیوار تعریف میکنم در مخفی داری میتونی رد چی. بازی نمیکنید شما، گیم انجام نمیدید. همین نیست. حالا فکر کنید اون کاراکتر لرنینگ داشته باشه. هوش مصنوعی خودش شروع کنه فکر کردن. یک سوال اول من، چطور میخوای به این بفهمونی گوشت و پوست و استخوان یعنی چی؟ اون 0 و 1. چطور میخوای بفهمونی من خالق جنسم چی؟ چطور میخوای بهش بفهمونی تو توی کامپیوتری من بیرونم؟ بیرون یعنی کجا؟ من قبل تو بودم، قبل کل شی. وقتی تو هستی هین لا شی، بعد کل شی همه اینا هستم. اراده کنم کن فیکون. ترک میشه رفتارها این یا نه؟ هر جا میره انجام ترک میشه رفتارش یا نه؟ تمام ثبت میشه. میتونه بپیچونه یه چیزی رو؟ مطلق. برای این حالا قوانین میذارم. یه روز بلند میشم میام کامپیوتر روشن میکنم، نگاه میکنم این داشته لرن انجام میداده، رفته با این رفیق شده، با اون یکی کلا سر اون گذاشته، ها به مرحله رسیده. نکته انتهای عرضم دقت کنید. به مرحله رسیده برای من کامنت گذاشته، برای من خالقش میگه تو کی هستی منو خلق کردی؟ یکی باید منو خلق کرده باشه. تو کی؟ من دنبال تو میگردم. یه مثال از بالا به پایین سمت خودمون زدم، یه مثال از اینجا به بعد دارم میزنم. حالا من برنامه نویس خالق اینم یا خدا؟ هر جفتمون. عیسی خالق اون پرنده است یا خدا؟ جفتشون. خالق اصلی بالایی است، به اذن اوست. به اذن اوست من نفس میکشم برنامه نویسی. خب همه ی حرف امروز اینه، چالش اصلی اینه. آیا آن پرنده روح دارد؟ بله. آیا این مخلوق من تو این بازی کامپیوتری، چون ما خیلی جرمی و جنسی و جسمی فقط ربات و چیز میفهمیم دیگه، سخت افزار میفهمیم، این نرم افزار روح دارد یا نه؟ این دعوای اصلی امروزه. همه همینو میگن. من نظر خودمو دارم خب، اما این محل بحثه. امروز کلی تو دنیا دارن فلاسفه میشینن بحث میکنن دارد یا نه. اگر دارد احسن. سوار ماشین شدی، ماشین هوش مصنوعی داری، یهویی 4 تا بچه کنار خیابون وایسادن، یه تصادف میخواد رخ بده، تو رو نجات میده یا 4 تا بچه رو میکشه یا برعکس. اینجا من میگم ما یه ساختاری داریم روی حب و بغض و منافع و بقا و این چیزا آدم جون خودشو برم داره. از اون شهادت طلبی هم داریم، ایثار هم داریم. این چطور برای این میخواد تعریف بشه؟ خیلی فراتر از این بازیه که آقا هوش مصنوعی میاد دیگه، مثلا ما راحت سرچ میکنیم هوش مصنوعی میاد، مثلا ماشینا با هم کمتر قطارا با هم نمیخورن. اینا چیه؟ چالش بزرگی در پیش است، بسیار بزرگ. او میفهمه حب و بغضم نداره، کینه نداره. برای کینه کنه؟ فرق من و توی انسان با اون فرشته تو چیه برادر؟ میگه من اختیار دارم. 2 من
خوی من رو ببین این روح من روی چی نصب شده اینستال شده؟ رو سخت افزار حیوانی. برای همین میگه چی؟ یکی عقل محض بود فرشته، یکی شهوت محض بود چی؟ حیوان. خدا ما دو تا رو هم قاطی کرد. انسان آفریده که باید از این شهوت بگذره و عقل محض برسه. خب بفرمایید الان هوش مصنوعی شهوتش کجا بوده؟ گفت آقا این آدم برای چی میآفرینی؟ دیتابیس فرشته درست داره میگه قبل شما این نسل میزین که ما در روایات داریم موجودات شبیه انسان قبل ما زندگی میکردن رو زمین، اسمشون نسناس بوده. همینا ناندرتال ها و چه بسیار مذهب پیشرفته و مدرنی ما داریم. راجع به اینا اطلاعات داریم، راجع به اینا حدیث داریم ما. اینا اونا رو دیده بودن، گفتن خب این حتما جنایت میکنه. خدا چرا داری اینو میخوای هوشش رو اضافه ترم بکنی؟ اون فلان شده فقط چوب بلد بود برداره 50 نفر میکشت، این مثلا بمب اتم هم میتونه بسازه؟ برای چی داری این کار میکنه خدایا؟ با دیتابیس او اینه، دو حدس میزنه، میگه بچه 2 ساله چاقو بده دستش بله سر خودش میاره. تحلیل داره میکنه. خدا چی فرمود؟ انی اعلم ما لا تعلمون. من یه علمی دارم شما نه. مسئله علم است، مسئله دیتابیس است، مسئله دیتاست. من یه چیزم شما نداریم. انبئهم یا آدم بس ما حالا یه فلش زد بهشون، اینا آپدیت شدن، فسجدوا بلا فاصله سجده کردن، پذیرفتن.